غم دارد نام بردند. ساز عود با 5 سیم جفت یعنی 10 سیم که هر دو یک صدا کوک می شوند قرار دارد و گذشته از آن برخی نیز آن را به فارابی نسبت می دهند. اما با توجه به سنگ نوشته ها و کشفیاتی که در قرون قبل از فارابی وجود دارد، بربط تاریخی بیش از اینها دارد. داستان‌های افسانه‌واری در رابطه با اختراع بربط وجود دارد. برخی آن را نسبت به قابیل فرزند آدم می‌دانند. اما بربط مانند خیلی از اختراعات و اکتشافات بشری تاریخ دقیقی را در بر نمی‌گیرد. اما می‌توان گفت در ایران از تاریخ مشخصی برخوردار است. از شعر شعرای به جا مانده، از تاریخ و سنگ نوشته هایی که در آثار باستانی ایران وجود دارد. حداقل میتوان گفت که بربط در زمان ساسانی ها یعنی 1700 سال پیش وجود داشته و در دربار خسرو پرویز یکی از سازهایی بوده که از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از دوران ساسانی بربط همچنان به قوت خود باقی ماند و در دربار خلفای عباسی نیز از اهمیت و ارج ویژه‌ای برخوردار بود. فرم دست گرفتن بربط بدین شکل است که همانند ستار و تار بخشی از آن به ران تکیه داده می شود و بخشی با دست و ساعد مهار می گردد. بهتر است بگوییم این ساز هم خانواده با سازهای زهی همچون ستار، تنبور و تار است و با مضرابی از جنس پر طاووس یا کرکس نواخته می شود. دقت داشته باشید فرم دست گرفتن بربط به این شکل است و هر دو سیم آن با یکدیگر کوک شده و هر دو سیم یک صدای واحد را به ما می دهد. دقت کنید.